استاد بهترین و دوستی بی‌منت برای هر یک انسان میباشد. هر یک شخصی که کتاب میخواند خود را در آینده نزدیک الکی موفق میبیند. درود به بیننده عزیز تلویزیونی بهارستان. این برنامه انیس کنج تنهایی است و آن را ما با شما طریق تلویزیونی بهارستان از شهر باستانی خوجند پیشنهاد می‌سازیم و این زمان در نزد ما اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب از حضور دارند و البته باید سرآغاز شناس می‌شویم و پس آن صحبت را آغاز می‌نماییم. سلام علیکم. السلام علیکم. سعیدزاده صبرینا هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات دولتی برای خوانندگان بالیقت در شهر خوجند. طول 4 سال است که در آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک می‌کنم و در سال جاری در دور شهری آزمون جای اول را و در دور ولایتی آزمون جای سوم را اشغال نمودم. خوب، تشکر زیاد صبرینا. شما 4 سال پی هم از روی یک نامیناسیون اشتراک کردید. بله. خب و کدام خاطر شما یعنی نامیناسیون ادبیات کلاسیک رو انتخاب کردید؟ به خاطر آنکه شوق زیادتر خود را نسبت ادبیات کلاسیک ظاهر کردم. ادبیات کلاسیک ادبیاتی است که بسیار عمیق است، چقور است و همچنین خیلی ادبیات قدیمی می باشد و آن بسیار موضوعهای آن بسیار فصاح است، بسیار با معنی است، درک معنی حیات را به انسان می آموزد. خب طبق نظامنامه آزمون پورا آماده کرده بودید؟ البته. چون شما 4 سال پی هم اشتراک کردید، نظامنامه از سال اول تا به این سال یگان دیگرگونی رو در خود داشت؟ دیگرگونی های آنقدر جدی نبود، کمتر دیگرگونی ها نسبت همون غزل و شاعرانی همون نامیناسیون. خب یعنی شما هر سال از روی نامیناسیون معین گردیده و تصدیق گردیده آماده می‌کردید؟ بله. خب از ادیبان کلاسیک برای بیننده عزیز یگان شعر قرائت می‌کنید؟ البته. خب غزل از ابو عبدالله رادکی. گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، به بوسه نقش زنم برگ یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک ره قدم برو بنهی، 1000 سجده برم خاک آن زمین تو را. 1000 بوسه دهم بر سیحای نامه تو، اگر ببینم بر مهر آن نگین تو را. و تیغ هندو گو دست من جدا بکنند، اگر نگیرم روز من آستین تو را. اگرچه خموش مردم که شعر باید گفت، زبان من بروی گردد آفرین تو را. خب صبرینا، میگفتید که میان این همه شعرهایی که شما از خود میکنید آنها از شاعرهای گوناگون همینطور؟ بله، از شاعران گوناگونی ادبیات کلاسیک. بله. طرز نوشته کدامی از شاعران برای شما زیادتر پسند است و هنگامی که شعر رو یک بار مطالعه میکنید خوب در خاطر شما نقش میبنده؟ از همه زیادتر غزل‌های سعدی برای من دلچسب هستند، معنای عمیق دارند، بسیارتر پند و اخلاقی هستند. و همین خاطر برای شما پسند هستند؟ بله. خب. همچنین ساده‌تر هم هستند. کدام اثرها رو مطالعه کردید؟ من طبق نظامنامه تمام اثرهایی که در نظامنامه هست اونها رو مطالعه نمودم، از جمله قابوسنامه، بهارستان، بوستان، گلستان، بدایل وقایع، رساله دلکشا و غیره. قسمتی از قابوسنامه برای ما نقل میکنید؟ البته. در باب امانت نگاه داشتن. روز شخص میخواست که به حمام رود. همراه خود دوستش را میگیرد و وقتی که به حمام رفتنی بود، هوا تاریک بود، دوست میخواد که به او امانت دهد، اما دوستش میرود و همراه او ترار با همراه میشود. بعداً امانت یک خلطچه زر داشت، امانت را به دوست میدهد. بعداً به حمام میدراید و وقتی که از حمام میبراید میبیند که همون دوست در همون جا از یعنی ترار است. بعداً دوست همون امانتش را به دست او میدهد. بعد این مرد حیران میشود که تو دزدی، چرا این امانت را، یعنی که زرهای مرا نبردی، آخر خصلت تو دزدیدن است. بعدا میگوید که هرچند که دزدم باشم، ترارم باشم، اما در آیین جوانمردی نیست که امانت کسی را به امانت کسی خیانت کنه. واقعا هم صبرینا، اگر هر یک شخصی که قابوسنامه و با نام دیگر نصیحتنامه رو یعنی مطالعه میکند، فکر میکنم که زیاد هم تربیت خوب میگیرد و در نورسی و جوانی یعنی مطالعه این اثر با منفعت کار بوده میتواند. و هر یک پدر مادری که با فرزندان خویش این کتاب رو دسترس میکنند، فکر میکنم که آنها رو میتوانند که با یک تربیت خوب و با معرفت نوکی یعنی به وای رسانیده باشند. باز از کدام یک شاعر میتوانید که برای ما یک غزل خوب و یا شعر خوب قرائت کنید؟ غزل از امیر خسرو دهلوی. خوب. ای چهره زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن زیباتری، هرگز نیاید در نظر
نقش زیرویت خوبتر، شمسی ندانم یا قمر، حوری ندانم یا پری. آفاق را گردیده ام، مهری بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیزی دیگری. عالم همه یغمای تو، خلق همه شیدای تو، آن نرگسی شهلای تو آورده رسمی کافری. عزمی تماشا کرده ای، آهنگ صحرا کرده ای، جان و دل ما برده ای، این است رسمی کافری. خسرو غریب است و گدا، افتاده در شهری شما، شاید که از بهر خدا سوی غریبان بنگری. تشکر زیاد صبرینه برای یک قرائت خوب. خوب میگفتید که هنگامی که با نزد اعضای حکمون بر اومدید در سال اول احساسات چگونه بود و این زمان احساسات شما چگونه؟ البته در سالهای اول خیلی هیجانی زیاد داشتم، ترسی زیاد داشتم، چون که در منبر برآمد کرده نبودم اونقدر زیاد. البته بعدا رفته بسیارتر در همین آزمون ها و چاره‌بینی ها اشتراک میکنم. بعدا ترس و هراسم دیگرگون شد. یعنی به قول شما که پروفسیونال شده دیدن در 4 سالی که شما پای هم در این آزمون اشتراک میکنید. خوب میگفتید که چگونه انتخاب میکنید شعرها رو و کتابها رو؟ کتابها رو از طبق نظام نامه میخونم، شعرها رو معلمان به من همون شعرها توصیه میدن. بیرون از روی خط نظامنامه هنگامی که هر یک شخص کتاب رو برای خود انتخاب میکند، خوب بعضی ها از آن همین مقاوه کتاب دیده کتاب رو انتخاب میکنند. بعضی دیگر الکی از نام کتاب معلوم است که داخل اون کتاب چگونه یعنی سرگذشت ما رو منتظر است. خوب بعضی از انسان ها صفحه اول رو میخوانند، مقدمه میخوانند و یا درباره همون کتاب از یگان جا میشنوند و اون کتاب رو زود مطالعه میکنند و میخوانند که در کوتاه‌ترین مدت قسمتی از اون کتاب رو از خود نموده باشند. شما چگونه انتخاب میکنید؟ البته پیش از اون که در آزمون اشتراک نکردم، البته کتاب‌های بدیهی زیاد میخونم. از خودی شوق زیاد داشتم. اصلا پدرم شوقی مرا برای همین کتابخوانی آورده بود. وقتی که کتاب‌ها رو انتخاب میکنم، اولین کتاب‌های خوندم از صدرالدین عینی بود و البته مقاوه اون مهم نیست. وقتی که اگر همون کتاب رو میگیری صفحه اولش رو میخونم، اگر برای من جالب باشد با ادامه میدیم، اگر جالب نشد ادامه نمیدیم. خب واقعا همین درست است. هر یک کتاب میتواند برای هر یک شخص پند آموزد و هیچ یک شخص نیست که از کتابی که خواند او برای خود چیزی نگرفته باشد. حتما یک معلومات رو گرفته میتونه، ولی هر یک شخص یعنی طبیعتی مخصوصی خود را دارد. برای هر یک شخصانی هستند که کتاب ها یعنی که در آنها خیالات زیاد هستند، آنها رو دوست می‌دارند. شخصانی هستند که کتاب ها درباره تاریخ دوست می‌دارند و واقعا هم طبیعت هر یک انسان هر گونه است و شما بسیارتر سرگذشت ها می‌خوانید. کدام نوع کتاب رو دوست می‌دارید؟ ژانر کتاب؟ من بسیارتر کتاب روسی خواندن رو زیاد دوست می‌دارم. با زبان روسی؟ ژانرهای دتکتیو و رمان. خب برای ما این لحظه یگان کتاب خوب توصیه می‌دهید که شاید خودی من نیز به خانه رفته این کتاب رو جستجو کنم و البته مطالعه کنم؟ بله، یکی از کتاب‌های دوست داشته‌ترین من دتکتیو یعنی که حکایه ها درباره شرلوک هولمز می باشد که مؤلف آن آرتور کونان دایل می باشد. این اثر یعنی این پرسنل خیلی شخصی زیرک و دانا است. وقتی که در رفتی همین کتاب رو میخونی خیلی جاذب است، خیلی جالب است برای انسان که حتی سرت رو از همون کتاب گرفته نمیتونه. تو حتی یک روز دراز همون کتاب رو شدم تا آخری صفحه همون رفتن همون کتاب رو مطالعه نمودم. برای من خیلی شاق‌آور بود. جالبیتش شما دلتون قرار نگرفت که دوم این قصه چی میشده باشد؟ بله. خب بینندگان عزیز، چون شما برنامه‌های تلویزیون باورستان رو تماشا میکنید، مخصوصا برنامه انیس کنج تنهایی رو، و در هر یک شماره نو اگر شما از هر یک اشتراکچی ما یک تاوی یعنی توصیه بگیرید و این کتابایی که با شما توصیه میدهند دسترس نمایید، شما که میتوانید که در دوام یک ماه چندین کتاب‌های نو رو البته مطالعه کنید و با مانند صبرینه در این آزمون میتوانید که با آسانی اشتراک ورزید بدون ترس و هراس و البته میتوانید موفقیت رو نیز با دست بیارید. خب صبرینه، برای همون شخصانی که میخوان در همین آزمون اشتراک کنند توصیه شما چگونه است؟ برای آنهایی که در این آزمون میخوان اشتراک کنند توصیه میدهم که کتاب ها رو از روی مجبوری نه و همون کدام کتاب هایی که به آنها معقول است. مثلا در همین آزمون فروغ صبح دانایی تنها یک نامیناسیون نیست، 4 نامیناسیون است و میتونند کدام نمود کتاب ها رو که آنها شوق داشته باشند مخصوصا نمود به شوق و طبع خودشون نگاه کنند و آنها رو مطالعه نمایند.
یعنی هیچ یک شخص نمیتواند که با مجبوری یعنی بله. کامگار شده باشد و به جدایی رسیده باشد. خب بینندگان عزیز، البته این توصیه رو یک نفر میدهد که الکی 4 سال است که پیهم در این آزمون با نفوذ اشتراک میکند و الکی تجربه خوب نیز دارد در جدایی اشتراک کردن در این آزمون و اگر شما این توصیه ها رو نیز میگیرید، شما نیز میتوانید شوق و ذوقتان را نسبت به اشتراک در این آزمون سطحی جمهوری داشته باز هم زیاد نمایید. و صبرانه تشکر زیاد میگویم برای شما، برای یک صحبت خوب و جالب و البته برای شما کامگاری های نظر رسا یعنی تمنا میکنیم و البته چه آرزویی که شما دارید بگذار جامعه عمل باشد و ما یقینا میدونیم که عین زمان یک آرزوی شما رو برای بینندگان گفته دهیم. این هم غالبیت میخواسته شما در دوره جمهوری این آزمون است و میخواهیم که شما غالبیت رو به دست بیارید و همچون یک چهره موفق، همچون یک نورسی با استعداد در آینده به خلق و وطن عزیز خویش خدمت نماید. برای شما برار میخواهیم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت ما با اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است سیدزاده صبرینه به اتمام میرسد و در همین جا ما با شما خیر خوش میکنیم، ولی برنامه های دیگری تلویزیونی بهارستان تا هنوز ادامه دارند. با شبکه ما بودن را فراموش نسازید. خیر.